سوره کافرون 109 سوره قرآن بوده در مکه مکرمه نازل شده از 6 آیت عبارت است. سبب نازل شدن این سوره را مفسران کرام چنین روایت کردند: یک چند نفر از سرداران قریش به نزد پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند: بیا به این ترتیب صلح برقرار سازیم. تو 1 سال معبودان ما را عبادت میکنی و ما سال دیگر معبود تو را عبادت میکنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند: معاذ الله که من به پروردگار خود کسی را شریک بیارم. معلوم بود که کافران در ظاهر صلح کردنی شدند، لیکن آن صلح نه بلکه مداهنه بود. یعنی مداهنه در ظاهر صلح و در باطن خلاف صلح را میگویند. پس این سوره مبارکی توحید و براءت یعنی خلاصی از شرک و گمراهی نازل شد. در آن نزاعی بین دو طایفه اهل ایمان و بت پرستان بیان می شود. بیخردی آنها آشکار می گردد. خواهش های کافران رد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم است. قل یا ایها الکافرون. بگو ای کافران. این آیت و آیت های آینده تا آخر این سوره به پیشنهادی در مقدمه این سوره ذکر شده مشرکان جواب است. الله تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر نمود که بگو، یعنی به این جامعه کافرانی که تو را به عبادت بتان و سنگ ها می خوانند: ای جماعه کافران، لا اعبد ما تعبدون. آن چیزی را که شما می پرستید من نمی پرستم. من آن بت‌هایی که شما می پرستید از آنها بیزارم و آنها را نمی پرستم، چون که آنها به کسانی که آنها را می پرستند هیچ ضرر و نفع رسانیده نمی توانند. من به پروردگار خویش تا این که چیزی را در برابر او شریک حسابم پناه می برم. آیت نوبتی دوام خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به مشرکان است. ولا انتم عابدون ما اعبد. و نه شما می پرستید آن ذات را که من می پرستم، یعنی آن خدای حق را که من می پرستم واحد و بیشریک است. او پروردگار عالمیان است. شما خدای مرا نمی پرستید بلکه بت و صنم های از سنگ و چوب ساخته خود را می پرستید. بین عبادت رحمان و بتان فرق کلان هست. بر روایت تکرار آیت ها برای آن است که کافران مقصد داشتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عبادت بت‌های خود رضا کنانند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد آنها را رد نموده قبول نفرمودند. ولا انا عابد ما عبدتم. و نه من پرستش خواهم کرد آنچه شما می پرستید. این آیت تاکید برای مشرکان مکه است تا که امیدشان را کنند و از آن فکری که دارند باز کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرارا می گوید که من نه حاضر و نه در آینده با راه شما نمی روم و هیچ یکی از آلیه های شما را عبادت نمی کنم، بلکه الله یگانه را به آن طریقی که او دوست می دارد و راضی می گردد عبادت و
پرستش میکنم. ولا أنتم عابدون ما أعبد و نه شما پرستش خواهید کرد ذات را که من می پرستم. نه شما معبود یگانه حقیقی مرا به آوردن شریک پرستش کردنی هستید. یعنی اگر شما الله را عبادت کردنی شوید هم آن را به واسطه عبادت نمی کنید. بین الله و خودتان چیزی را مثل بتانی از سنگ و چوب ساخته شده را واسطه می کنید. از بتها طلب می کنید که خواهش شما را به الله رسانند. از الله برای شما نعمت طلب کنند. چون این عبادت نزد پروردگار مقبول نیست و من از چنین عبادت مشرکانه بیزارم. من خداوند را به واسطه عبادت و پرستش می کنم. اما در حال حاضر باشد لكم دينكم ولي دين. شما راست دین شما و مراست دین من. پس وقتا که دین شرک و بت پرستی برای شما باشد، دین توحید و خدا پرستی، اسلام و عرفان برای من است. من خداوند رحمان را عبادت می کنم. شما باشد صنم و بوتان را می پرستید. مضمون این سوره به عبادت پروردگار واحد و قهار نهایت دلالت قطعی می کند. آن وقت که شماره مسلمانان کم بود، الله با این آیت یعنی آیت 6 به پیغمبر خود امر کرد که کافران را تا مدت به حال خود گذارد. چون اسلام قوت گرفت و صف مسلمانان زیاد شد، الله حکم این آیت را منسوخ گردانید، یعنی از عمل باز داشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز مشرکان را برای اسلام حقیقی و ترک نمودن پرستش بتها و رای آوردن به عبادت الله یکتا دعوت نمودند. بسیاری از اینها این دین حق را قبول نموده مسلمان شدند و کارنمایی های شایسته برای اسلام عزیز کردند که در صحیفه های تاریخ تا ابد باقی میمانند. در حدیث آمده است که هر کی این سوره را بخواند گویا از 4 بخش یک بخش قرآن را خوانده باشد. روایت شده است که کسی این سوره و سوره اخلاص را بخواند از کفر و نفاق دور باشد. والله اعلم. پایان سوره کافرون. ولله الحمد.